سلام دوستان، من برگشتم با یک آموزش بسیار کاربردی و جذاب که همتون میتونید این کار رو ببافید و لذت ببرید. شما این آموزش رو از کانال بافلند توی یوتیوب دارید میبینید. اگر کانال ما رو سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم روشن کنید تا آموزش های جدید ما به شما نشون داده بشه. بریم با هم و این آموزش بسیار ساده رو در کمتر از چند دقیقه ببافیم. اما متریالی که لازم داریم برای بافت این پاپیون های تزئینی اضافه نخی از هر کانوایی که دارید میتونید استفاده کنید. قلابی که برای بافتش استفاده کردم قلاب شماره 2.5 هست و متری که برای اندازه‌گیری پاپیونمون استفاده میکنیم. این پاپیون هایی که میخوایم ببافیم بچه خیلی کاربردی هست. میتونید برای انواع تزیین ها و دکوراسیون ها استفاده کنید. میتونید روی بافت عروسکاتون استفاده کنید. میتونید روی تل، کش و گیره های مو این در واقع پاپیون ها رو استفاده کنید. بسیار کاربردی هست. حالا یه تعدادش رو من گفتم. اگر شما موارد دیگه‌ای به ذهنتون میرسه حتما برام کامنت کنید. بیش از این صحبت میکنم، بریم با همین آموزش جذاب رو ببینید. در شروع کارم ببینید از اینجایی که نخ شروع کارم هست من باید 70 سانتی متر نخ جدا کنم. ببینید مترم رو بر میدارم میذارم ابتدای نخم و 70 سانتی متر مشخص میکنم. ببینید اینجا میشه 70 سانتی متر. درست شد. این قسمت نخ رو با این دوتا انگشتم به این صورت میگیرم. حالا اینجا میخوام وسط کارم، ببینید وسط کارم یه گره درست کنم. این طرف نخ رو من دور انگشتم میتابونم. از این قسمتی که 70 سانتی متر جدا کردم ببینید اینم شروع نخم هست. 70 سانتی متر جدا کردم یک دایره درست میکنم به این شکل. این دوتا دستم رو هم به این صورت قرار میدم. قلابم رو هم وارد در واقع این دایره یا حلقه میکنم و یک گره در شروع کارم میزنم به این صورت. درست شد؟ حالا ببینید من دوتا نخ دارم. یه نخی که دور انگشتم تابوندم، یه نخی هم که این قسمت پایین هست. من باید با ترکیب این نخ پایینی و این نخی که دور انگشتم هست بافتم رو انجام بدم. به چه صورت؟ ببینید این نخی که پایین هست رو من دور قلاب میتابونم به این صورت و دوتا یکی میکنم با نخی که دور انگشتم تابیده. 2 مرتبه تکرارش میکنم. ببینید نخو میندازم روی قلاب و یه دوتا یکی انجام میدم. همین روند رو باید تکرارش کنم تا بافتم انجام بشه. ببینید من این نخ رو میندازم دور قلاب و دوتا یکی میکنم. این نخ رو میندازم دور قلاب و دوتا یکی میکنم. دقت داشته باشید که کشش نختون یک نواخت باشه، نه خیلی سفت ببافید نه خیلی شل، تا این بافتتون به صورت یک نواخت در بیاد. ببینید من این کار رو تکرارش میکنم به این صورت. نخو میندازم روی قلاب و دوتا یکی میکنم و همین روند ادامه پیدا میکنه تا زمانی که این بافتمون حدود 22 سانت باشه. من این بافت رو ادامه میدم. خب دوستان من الان این قسمت رو باید با مترم اندازه گیری کنم. ببینید تقریبا حدود 18 سانت شده. یه مقدار دیگه بافتم رو ادامه میدم. خب دیگه کافی هست. به انتهای کار که میرسم ببینید این دوتا نخ رو به این صورت میگیرم. حالا نخ من کوتاه شده و از داخل حلقه آخری عبورش میدم. این نخ رو کات میکنم. ببینید به این صورت و این
قسمت رو کامل گره میزنم تا کارم محکم بشه. 1 یا 2 گره بزنید کفایت میکنه. خب من این قسمت اضافه رو هم کات میکنم. خب دوستان، در ادامه ما باید بافتمون رو به این صورت پاپیون در بیاریم. برای زدن این پاپیون ببینید از انتهای کارم که اینجا انتهای کار من میشه، ببینید یه حالت به این صورت در نظر میگیرم. درست شد؟ بعد این انتهای کار رو بین این 2 تا انگشتم به این صورت قرارش میدم. درست شد؟ این اضافه بافتم رو به این شکل میتابونم دور انگشتم. درست شد؟ بعد این اضافه نخ رو از این داخل انگشتم، ببینید بچه‌ها، از داخل انگشتم به این صورت درش میارم. ببینید من اول حالت پاپیونم بهش میدم که ببینید متوجه بشید به این صورت و بعد اینا رو تنظیم میکنم. ببینید این قسمت های انتهای نخ رو میگیرم که در نره بافتم و شکلی که میخوام بدم و ببینید به صورت کاملا راحت یک پاپیون درست میکنم و به این شکل میکشم و کار رو کاملا محکم میکنم. خب ببینید پاپیون من کاملا شکل گرفت. حالا اندازه این قسمت ها رو کاملا میتونید ببینید بچه ها خودتون تنظیمش کنید و بعد در واقع کار رو محکم کنید. ببینید به این شکل دستتون رو وارد میکنید و یک گره محکم میزنید وقتی که تنظیم شد. اینم پاپیون من. امیدوارم که این آموزش رو هم دوست داشته باشید، ببافید و حتما نظرات خودتون رو با من در میون بذارید. اگر هم پیجمون رو سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید، چون من آموزش‌های جدید براتون حتما میذارم.